وارد میشویم به برنامه زباله احکام به یاد امام و با قانون بیت راحل با پای چپ. بله. بسم شیطان الرجیم. سلام علیکم و بله، امیدواریم که همیشه موفق باشید. در خدمتتونیم با ادامه بحث احکام معاملات و خیارات و خیار قبل فاحش در موضوع مذاکرات و برجام. بله، قبل از اینکه بریم سراغ سوالات پیامکی یا نامه، اجازه میخوام که یک تلفن پخش کنید سوال بشنویم. حاجی آقا ما نفهمیدیم بالاخره ته این برجام چی شد؟ نمیشه این قرارداد زهرماری رو فسخ کرد؟ آخه این همه مذاکره کردیم هیچی به هیچی. اینو بهش میگن چی؟ بله، اینو بهش میگن خیار یا اختیار فسخ معامله. در یه سری موارد وزارت خارجه ما یا اونا یا هر دو میتونن فسخ کنن. از جمله اولیش خیار مجلس است که البته تا الان مجلسش به اونا رسیده و خیارش به نصیب عظما شده. عرض میکردم تا زمانی که در مجلس معامله هستن و مذاکره حالا هنوز بحثش هست و تمام نشده و ژنو رو ترک نگفتن یا از هم جدا نشدن، ظریف یا کری یا نواب اونا میتونه معامله رو فسخ کنه. بله، نشستن تو جلسه، قولنامه برجام هم نوشتن، امضا هم کردن، اما هنوز خداحافظی نکردن، هنوز جلسه برقراره، هنوز دارن چایی میخورن. اینجا بگه چی؟ بگه آقا شما که 6 تا افسار و دهنه به مقام عظما زدید، نتنظم که کردید آب میوه گیری، عراق هم که سیمان شد، اصلا شما هسته ای سیدعلی بینوار شکندید. نه خیر آقا، گفتیم وضعمون خرابه ولی این دیگه برجام نیست که، این یه جور فرجامه. بله آقا، بنده پشیمان شدم، یا در اثناء نوشتن بگه پشیمان شدم، ببخشید من این طاقت دیگه ندارم، نمیخوام. بله، این حق را داره. خب منتظریم بشنویم صدای یکی از بینندگان رو با سوالی که مطرح کردن. با سلام و با تشکر از برنامه خوبتون. آقا الان مقام عظمای ولایت تو این باطلاق برجام که میگن چه حکمی داره؟ چون بد وضعیتیه، ما اصلا حکم حضرت آقا هم نمیدونیم چه برسه به حکم خودمون. اگه میشه شما بفرمایید. بله، این وضعیت نظام ولایی ما بعد از برجامه. حالا برجام منطقه و این برشام و اینا بماند، ولی الان عظما حکم ماهی رو داره که هم زیر فشار برجامه، هم باند کوسه میخواد اونو بکشه. ولی ماهی رو اگه همینجوری هم بکشن حلاله، عظما باید صید بشه و بمیرد، یعنی داخل آب نمیره. البته بعضی ها مثل حضرت امام میگن باید توی بیت بمیره. بله، اما این مردنش حالا بذارن خودش خورده جان بده یا ضربه‌ای به سرش بزنن، هیچ کدامش خدمت شما که عرض کنم سبب نمیشه که نظام ما راهی برای برون رفت از این وضعیت داشته باشه. ولی به هر حال عظما رو گفتن آزار ندهید و شاید راحت ترینش اینه که خودش جان بدهد. انشاءالله که موفق باشید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و بله.